یک صحابه آمد و گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، بسیار کم رزق هستم، شرایط زندگیم خوب نیست، وظیفه بگو. نگاه کنید برادران عزیز، امروز چقدر مردم به همین مصیبت مبتلا هستند و چقدر نزد ملاها رفته وظیفه های دراز میگیرند به خاطر کشایش کار. خلاص با چه کارها و وظیفه ها مشغول هستند و میخواهند تا اینکه در کسب و کارهایشان برکت یابند و صاحب رزق فراوان شوند. اما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این مورد به خاطر زیاد شدن رزق چی میگویند؟ صحابه گفت اريد ان يوسع علی رزقی، یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، من میخواهم که دروازه های رزق من کشاده شود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند ادم علی الطهاره یوسع علیک رزقک، تو همیشه با طهارت باش، الله رزق تو را فراوان میکند. یعنی همیشه با وضو باش، الله مهربان دروازه های رزق تو را باز میکند. هر کسی که میخواهد رزقش بسیار شود حتما این عمل را شروع کند. سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم را با باوری کامل و یقین درست باید کرد، نه با نیت تجربه. اگر کسی با نیت تجربه کند ذره فایده نمی کند. هر کسی که با یقین کامل و نیت درست کرد می بیند چطور دروازه های رزق را الله برای این شخص باز می کند. الله مهربان همه ما و شما را با این گفته ها و شنیده ها عمل کردن را نصیب فرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.